آقا عرض ادب و احترام، دو دستگاه آسانسور کنار هم تک شاسی و دوبلکس رو اندازی شده. سیمکشی تغذیه احضار و نمراتورها رو ببینیم. یک دونه 24 ولت از بالا اومده برای نمایشگر، اومده رو جهت، از اینجا اومده جهت دستگاه بغلی و رفته برای 24 نمراتور بالا و همینطور همین یه دونه 24 برای احضار هم استفاده شده. نحوه درست سیمکشی 24 به این صورته تو دوبلکس ها برای نمایشگر و جهت نمای هر کدوم از آسانسورها باید از خودش 24 بیاری، هر کدوم جدا باید نمایشگر و جهت نما 24 بیاری و برای احضار یه دونه 24 جدا باید بیاری. حالا چون دوبلکس پای تابلو 24 GND به هم پل میشه، دیگه دلیل نمیشه برای کل نمایشگر و جهت نما و احضارهای هر دو دستگاه یک دونه 24 بیاری. یه دونه 24 از پای تابلو، مثلا آسانسور یه 24 میاد به 24 تابلوی بغلی پل میشه، یه دونه خروجی گرفته میشه برای احضارا و یه دونه دیود هم سر راش قرار میگیره. یعنی دیوده رو میبندی به 24 تابلوی یک، خروجی دیودو یه سیم وصل میکنی، اون سر سیمه هم دوباره یه دیود دست میکنی میبندی به 24 دستگاه بغلی، بعد یه خروجی میگیری میاری برای احضار. دلیلش هم اینه که زمانی که یه آسانسور رو خاموش میکنی، اون یه دونه آسانسور نمراتورش روشنه اگه این کار رو نکنی و یکی از دلایل نوز افتادن تو احضارا همین میتونه باشه.